سروران عزیز، مدتی است که زمزمه طرح تجزیه و تقسیم بلوچستان به گوش می رسد که باعث و موجب نگرانی مردم و ملت بلوچ شده. ملت بلوچ نگران است که چرا همچنین تصمیمی در پایتخت اتخاذ شود. چرا؟ نمیدانم چرا و به چه علت بعضی از مسئولین میخواهند که نمک بر زخمه های این ملت ستم دیده و محروم بپاشند. ما و علمای بلوچ و نمایندگان اهل سنت، نمایندگان بلوچ، باید درد این امت رو، درد این ملت رو به گوش مسئولین برسانیم. تمامی اصحاب تریبون وظیفه دارند که درد و دغدغه ملت رو به گوش مسئولین برسانند. ما باید به عرض مسئولان برسانیم که ای مسئولان، ای نمایندگان ملت، ای نماینده‌ای که کرسی نمایندگی ملت رو در خانه ملت تصاحب کردی، ملت بلوچ به تو رأی داده که از حقوق پایمال شده او در خانه ملت دفاع بکنی، نه این که تیشه بر ریشه این ملت ستم دیده و محروم بزنی. دریای مکران به نام دریای عمان تغییر نام پیدا کرد. همه ما روزه سکوت گرفته بودیم. دانشگاه بلوچستان به نام دانشگاه سیستان تغییر نام پیدا کرد. همه ما خفه خون گرفته بودیم. و همچنین استان ما که در نقشه های قدیمی به نام استان بلوچستان بود، رفته رفته به نام استان بلوچستان و سیستان مشهور شد. دیدن که ملت بلوچ خواب است، علما خوابند، نمایندگان مردم در خواب خرگوشی به سر میبرند. نام بلوچستان و سیستان رو عوض کردند، سیستان رو بر بلوچستان مقدم کردند، شد سیستان و بلوچستان. و همکنون که برخی میخواهند برای همیشه نام بلوچستان رو از نقشه ایران محو بکنند، این را بدانند اگر شما خوابید یا که خود را به خواب خرگوشی زده اید، این بار ملت بلوچ، جوانان بلوچ بیدارند و هرگز ذلت را نمیپذیرند و نمیگذارند که نام بلوچستان از نقشه ایران محو شود. بلوچستان میماند و این شعار هر بلوچ است. بر پیشانی هر بلوچ این نوشته شده که بلوچستان گر نباشد تن من مباد، به ملک دلیران تنی هم مباد. بله سروران عزیز، 40 سال از عمر پربرکت نظام اسلامی ما میگذرد و ما با محرومیت ها، با ناداری ها، در اوج فقر ما زندگی کردیم، لب به اعتراض باز نکردیم. آه ملت مشهد به آسمان رسید، مردم شیراز از گرانی ها بیداد کردند، مردم تهران بیداد کردند. اما 40 سال است که ملت بلوچ با فقر و ناداری دارد دست و پنجه نرم می کند و صدایش را به عرش نرسانده. اعتراض نکرده ملت بلوچ، چون وفادار به نام اسلام مانده است که نام اسلام رو ما داریم در مملکت خودمون.
نه این که ما ملت ضعیفی هستیم، به خدا قسم اینطور نیست. ملت بلوچ ملت قهرمانی است، به خاطر نام اسلام است که صبر کرده. بیایند مسئولین ببینند در استان ما که چه بسیار از جوانان ما به خاطر فقر و ناداری، به خاطر بیکاری، به خاطر چند کیسه برنج به تیر و رگبار بسته شدند، اما ملت بلوچ صبر کرده. بیایند ببینند در جاده های بلوچستان چه بسیار از جوانان ما به خاطر چند لیتر گازوئیل زنده در جلو دیدگان خانواده هایشون به آتش کشیده شده اند، اما این ملت دندان روی جگرهای خودش گذاشته و صبر کرده. نه این که این ملت از کسی میترسد. به خدا قسم ملت بلوچ از هیچ قومیت و از هیچ حکومتی نمی‌هراسد. اگر نمیدانند تاریخ پر افتخار ملت بلوچ رو مطالعه بکنند، ما 2 سند پر افتخار داریم: 1 مسلمان بودن، 2 بلوچ بودن. ما هم به مسلمان بودن و به بلوچ بودن خودمون فخر میکنیم. ما سابقه اسلام ما، سند اسلام ما به 1400 سال قبل برمیگردد، اما سند بلوچ بودن ما به دوران فرزند حضرت نوح علیه السلام برمیگردد. ما قبل از این که مسلمان باشیم ما بلوچیم و با همین سند پر افتخار میمیریم. تاریخ ما رو مطالعه بکنید و در آغاز حکومت ساسانیان در تاریخ ایران هست. در آغاز حکومت ساسانیان وقتی که اردشیر خواست به ملت بلوچ حمله بکند، اردشیر ناکام ماند. انوشیروان عادل که میخواست به ملت بلوچ حمله بکند و طوق بردگی، طوق ذلت رو بر گردن ملت بلوچ آویزان بکند، این آرزوی خودش رو به گور برد. در شاهنامه فردوسی که یکی از شاعران فارسی زبان ایران اسلامی هست و یکی از حامیان پروپا قرص و طرفداران خاص انوشیروان هست، انوشیروان رو تعریف می کند در شاهنامه خودش. اما زمانی که سخن از شهامت و مردانگی ملت بلوچ در میان باشد، خود فردوسی هم اعتراف می کند و ملت بلوچ را می ستاید و می گوید: سپاهی ز گردان کوچ و بلوچ، سگالیده جنگ مانند قوچ، که کس در جهان پشت ایشان ندید، برهنه 1 انگشت ایشان ندید. یعنی ملت بلوچ به میدان نمی آید، ملت بلوچ دندان روی جگرهای خود می گذارد، ملت بلوچ صبر می کند. کوه صبر و استقامت است، اسوه مقاومت و پای مردی است. اما زمانی که بلوچ به میدان آمد، یقین بکنید بلوچ بر نمیگردد، یا کشته شود یا پرچم پر افتخار خودش رو بر قله کوه ها برافرازد. پس این که ملت بلوچ اعتراض نمی کند، ما این رو دستاویزی برای تجزیه خاک بلوچستان قرار ندیم. برخی از مسئولین برای فریفتن ملت بلوچ میگویند که برای خدمت رسانی به مردم میخواهیم بلوچستان رو تجزیه بکنیم، بلوچستان رو به 3 استان تقسیم بکنیم و ابتدا باید ملت جوان بلوچ رو تکه پاره کرد، بعد استان ما رو تکه پاره کرد. انشاءالله که این دغدغه تمام ملت بلوچ است
ما به نمایندگان ملت عرض میکنیم صدای ما رو برسونید، به گوش مسئولین برسانید که ملت بلوچ همکنون بیدار است، همکنون بیدار است و این اجازه را هرگز نخواهد داد. کسانی که این دغدغه رو دارند که بلوچستان بماند، دستهای خودشان را بلند کنند. پس انشاءالله این صدای ما رو مسئولین در پایتخت میشنوند و هرگز این اجازه رو نخواهند داد. و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.